بچه‌ها میخوام یه ویدیو کلیپی رو بررسی کنم که توش ادعا کردم میتونید تو هر دقیقه 50,000 تومان به دست بیارید. یعنی میشه ساعتی 3 میلیون تومان. میخوام ببینم واقعا میشه یا نه. اون کلیپ داخل یوتیوب این بود که من باز کردم و دیدم داخلش یه دونه صرافی به اسم اکس کوینو رو معرفی کرده که داخل این صرافی اگه شما احراز هویت کنید و ثبت نامتون کامل انجام بدید بهتون 50 تا نات کوین میده. بعد اگه بعد ثبت نامتون برای دوستا آشناتون هم بیاری به ازای هر کدومشون 50 تا نات کوین دیگه به شما میده، 50 تا به هر کدومشون که باز کردم میده. حالا ببینیم خود این صرافی این نات کوین ها رو چند از شما میخره که بتونید نقدش کنید، ریالیش کنید و بریزید داخل حساب ریالیتون. این صرافی خود نات کوین رو قیمت گذاری که کرده برای خرید توسط خود شما 8000 تومنه و این 50 تا نات کوینی که میده رو اون قیمتی که اون از شما میخره، یعنی میتونید بفروشید و تبدیلش کنید به ریال، 7873 ریاله. یعنی این تقریبا 700 تک تومن ریاله که اگه تبدیلش کنیم 50 تا نات کوین رو میشه 50,000 در 7873 ریال که میشه تقریبا 39,000 تومن، نزدیک 40,000 تومن. یعنی اون 50,000 تومن هم نیستش و اشتباه کنم. البته با توجه به زمان قیمت نات کوین تغییر میکنه که میتونه بیشتر بشه میتونه کمتر بشه. بعد اگه شما بخواین تو هر دقیقه واقعا حالا 39,000 تومان در بیاری، یعنی تو هر دقیقه باید یه دونه دوست یا آشنا بیارین احراز هویت کنه براتون. یعنی یه چیز عملا نشدنی، مگر اینکه مثلا شما کانالی چیزی داشته باشین که اون تو لینکشو قرار بدین، اونجوری تعداد آدمای زیادی ثبت نام و احراز هویت کنن تا بشه مثلا درآمد